ما هر جور دلمون میخواد میریم بیرون، مردا نگاه نکنه. به ما چه مربوط که شما فاسدین؟ شما آدم شین. من خودمو تو سختی بذارم، من عرق کنم گرمم بشه که تو هیزی. شما تو فصل آلبالو گیلاس برین تو این کوچه باقیا، میبینید که هر کسی رد میشه وایساده داره میخوره و تا شاخش هم نشکنن ولکن نیستن. اول گیلاسا آلبالوی دم دستو میخورن، بعد بعضی یکم بالاتر میپرن میخورن، بعد حالا یه دونه گیلاس مونده اون شاخه بالاییه. با هر مکافاتی هست بعد بگیرن شاخه رو بکشن تا یه دونه گیلاسه بیاد پایین بخورنش، شاخه میشکنن. کدام آلبالو، کدام گیلاس، کدام شاخه مسون میماند؟ اونی که توی باغه. همین که شاخه از دیوار باغ زد بیرون دیگه دست تو نیست. دیگه اینجا صاحب باغ اختیاری نداره. بخوای نخوای هر آبری دست درازی میکنه تا شاخه رو هم نشکنن ول نمیکنه. همین که این شاخه ها اومد بیرون، همین دیگه مهم نیست تو بخوای یا نخوای، هر کی رد میشه دیگه اینجا تو انتخاب کننده نیستی.